قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أرداني ذنبي تعلاني من قلبي الحيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم الله را سپاس گذاریم که برایمان فرصت عنایت نمود تا با قسمت جدیدی برنامه زلال ایمان خدمت شما عزیزان و سروران باشیم. مهمان و کارشناس دائمی برنامه جناب استاد فضل الحق سلیمانی عزیز را با خود دارم. در آغاز سلام های خود و شما بیننده های عزیز را خدمت جناب استاد تقدیم نموده ایشان را خوش آمدید میگویم. من هم عرض سلام دارم و ادب دارم خدمت شما برادر سرور عزیزم استاد بهیمی عزیز و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند و الله را بسیار سپاسگزارم از اینکه یک بار دیگر این فرصت نصیب ما شد تا خدمتگزار بینندگان عزیز و ارجمند باشیم. الحمدلله. تشکر. سلامت باشید استاد سلیمانی عزیز. بیننده های عزیز، البته از هفته های گذشته ما روی موضوع سومین رکن از ارکان ایمان که ایمان به کتاب های آسمانی بود بحث را آغاز کردیم. در مورد کتاب های آسمانی قبل از قرآن کریم صحبت هایی داشتیم و اینکه آنها تحریف شدن نیز صحبت کردیم و سپس نوبت به آخرین کتاب آسمانی که قرآن کریم هست رسیدیم و بحث را روی این کتاب آسمانی آغاز کردیم. اما خواستیم قبل از این که در مورد قرآن کریم صحبتی داشته باشیم بریم عقب‌تر در مورد کسی که قرآن بر او نازل شده است، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صحبت بکنیم و یک معرفی کوتاه و یا یک گذر سریع در سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشیم. در دو قسمت گذشته ما از ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شروع کردیم تا جای رسیدیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در میان اهل قریش و قریشیان و اهل مکه به عنوان صادق و امین شهرت یافتند و با این دو لقب معروف بودند، محمد امین و محمد صادق. اهل مکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را از این بابت احترام خاصی داشتند و مورد اعتمادشان بود، امانتدارشان بود. هر وقت یکی از اهل مکه میخواست سفر برود یا چیزی نزد کسی امانت بگذارد، در میان اهل مکه تنها کسی که به او اعتماد میکردند و امانتهای خود را نزد او میگذاشتند محمد امین صلی الله علیه و سلم بود. البته خبر صداقت و امانتداری محمد به خانم صاحب نسب و شرف به نام خدیجه رسیده بود و او هم در مورد امانتداری این جوان و این نوجوانی که چند قبل یتیم بود و تازه جوان شده بود به او نیز اطلاع رسیده بود. و تنها صاحب نسب و شرف نبود بلکه صاحب مال و ثروت فراوان بود. او خواست پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را که در موردش اینقدر سر و صدا هست، غوغا است که محمد امین است، محمد صادق هست، میخواست امتحان بکند که آیا واقعا ادعای اهل مکه در مورد این جوان درست هست یا خیر. به همین سبب غلام خود که میسره نام داشت را نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که در آن وقت پیامبر نبود نزد محمد امین میفرستد تا از او بخواهد که مالهای خدیجه را برای تجارت به شام و این طرف و آن طرف ببرد. بالاخره محمد با غلام متفق می شود و مالهای تجارتی خدیجه را گرفته به سفر به شام می روند و این غلام از سوی مالکش، البته سیدش که خدیجه هست،
مکلف هست، موکول هست، وظیفه داده شده است که در مسیر این سفر محمد را دنبال بکند، ببیند که او چی میکند، چطور سخن میگوید، چطور رفتار دارد، اخلاق او را ببیند، صداقت و امانتداری او را در مسیر این سفر امتحان بکند و هر آنچه که در این سفر میبیند را آمده دوباره باید به سیدش خدیجه بیان بکند که چی دیده از محمد. وقتی که غلام برمیگرده و به مالکش در مورد این محمد امین و صادق صحبت میکند و در این امتحانی که خدیجه میخواست بگیرد محمد پیروز بیرون میشود، حالا خدیجه میخواهد به خواستگاری این جوان برود. تا اینجا رسیده بودیم؟ نه. داستان خواستگاری چطور شروع شد؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. همونطور که شما اشاره فرمودید، بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم مشکلات زیادی رو پشت سر گذاشته بود در زندگی، بله، گوهربارشون در 25 سال اول زندگی از پدر یتیم بود وقتی که به دنیا آمد، بله، و مادر رو هم در سن 6 سالگی از دست داد. بله. پدر بزرگ عبدالمطلب رو در سن 8 سالگی از دست داد. علاوه بر این که ما می‌بینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ خواهر و برادری هم نداشتن، نه خواهری داشتن، نه برادری داشتن و نه پدری هست و نه مادری هست و نه پدر بزرگی. پیش عمویشون ابوطالب بودن، سعی می‌کردن تا مقداری کمک بکنن در خرج و درآمدی که در خانه بود، هر کاری، حتی به چوپانی مشغول شده بودن و چوپانی می‌کردن، تا اینکه فرصتی برای تجارت به شام پیش آمد و در کاروان خدیجه رفتن و شرکت کردن و این کاروان نتیجه این سفر تجارتی به شام که از مدینه هم میگذشت و رسول الله صلی الله علیه و سلم حدوداً میشه گفت 25-28 سال قبل از هجرت به مدینه، یعنی 53 سالگی هجرت کردن به مدینه، الان 25 ساله بودن که از مدینه گذر کردن. بله. شهری که اون شهر مأوا و مأمن رسول صلی الله علیه و سلم در سالهای پیش رو می بود. به شام می رفتن که صحابه اون حضرت علیه السلام بعدها آمدن و تصرف کردن و درباره شام بعدها روایت ها فرمودن. بازگشتن و در این سفر بسیار برکت ها و سرمایه زیادی حاصل شد برای صاحب مال خدیجه رضی الله عنها. علاوه بر اینکه خدیجه رضی الله عنها در این سفر هدفش هم بحث بعد تجاری بود، هم در کنار بعد تجاری یک کمی بررسی شخصیت محمد علیه السلام و اینکه این انسان چگونه انسانی است. میسره بعد از اینکه بازگشت از تجارت و از کرامت‌ها و از صفاتی که دیده بود، از فضایلی که دیده بود، به خدیجه رضی الله عنها گفت و الان دیگه خدیجه رضی الله عنها که به هر حال صاحب شوکت هست، صاحب جاه هست، صاحب مال هست و میشه گفت که در بین خانم هایی که در مکه مکرمه هستن خدیجه رضی الله عنها بالاترین درجه و مقام رو داره و از همه خوشنامتر هست و ثروتمندتر هست و به هر حال از همه حکیمتر هست و صاحب جمال و کمال هست. این انسان الان خواستگارایی هم داره، گرچه قبلا هم ازدواج کرده و شوهرش فوت کردن، دوباره هم ازدواج کرده و بنابر روایت مشهورتر ایشون سنشون هم 40 سال هست، اما با این وجود میبینیم که خواستگارهای زیادی دارن. سران قریش و اشراف قریش میرن به خواستگاریشون اما قبول نمیکنن. گویی که اون تجربه ازدواج‌های گذشته که هر دو انسان‌های محترمی بودن، انسان‌های با شخصیتی بودن و به هر حال انسان‌های صاحب وجاهتی بودن، همه اون تجارب سبب شده که این دفعه خدیجه رضی الله عنها به دنبال شخصیتی میگرده که واقعا مرد رویاهای اوست و الان احساس میکنه که در بین مردم مکه جوانی هست، گرچه یتیم است، گرچه فقیر است، خوشنامه، شجاع، امین، زیباست در خلق و در خلق، در صورت و در سیرت، از همه زیباتره، از همه با نجابتره و گرچه جز اشراف نیست، جز رئیسای مکه نیست، خاندانش هم خاندان با اصل و نسبی است، مورد احترام هم است. الان بعد از این که از تجارت برمیگرده میسره، دیگه الان همه چی برای خدیجه رضی الله عنها واضح میشه. توضیحات میسره رو که میشنوه درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم، در دل خب حتما به خود رسول صلی الله علیه و سلم هم ملاقات داشته و دیده ایشون رو، الان ایشون کار میکرد برای خدیجه در قراردادی که با هم بستن، تفاهمی که شده
و طبیعتا این اتفاق افتاده و دیده رسول صلی الله علیه و سلم رو حتما دیده، امکان نداره که ندیده باشه این جوان رو در مکه مکرمه و الان در دل داره که بره و از رسول الله صلی الله علیه و سلم خواستگاری بکنه. الان میدانه که خود رسول صلی الله علیه و سلم شاید نیاد برای خواستگاری. اولا که خب خدیجه وقتی که سران قریش رو رد کرده، خیلی از بزرگان قریش اومدن و ثروتمندان بزرگان مکه اومدن و قبولشون نکرده. الان خب خودش هم ثروت داره، هم جایگاه داره، هم مکانت داره. بعد طفل یتیم عبدالله رو که الان ثروتی هم به دست نداره، کارگرش بوده، چطور میره به خواستگاریش؟ و الان میاندیشه، فکر میکنه که چه کار بکنه که اینطور که نمیشه و اینم جوانی نیست که اینطور بمانه و منتظر باشه و اون هم شاید خودش هیچ وقت نیاد به سمت خدیجه و خواستگاری بکنه. اینه که به فکر چاره‌ای میشه تا این فرصت از دست نده و این جوان رو از دست نده. میدونه که این جوان خاطر خواهی زیاد داره، هر دختر و هر زنی در مکه مکرمه آرزو داره که همسر این جوان باشه و این کار میکنه که میاد و یک دوستی داره، یک دوست نفیسی و ارزشمندی به نام نفیسه، خدیجه. درست. دوستی داره و دوست بزرگواری است، دوست ارزشمندی است و حالا مثل خود اسمش هم نفیس است. دوستی داره به نام نفیسه، خانمی است، با اون مشورت میکنه و حرف دلش رو میگه که من به این انسان علاقه‌مند شدم و دوست دارم اگر اون مایل باشه که باش ازدواج بکنم. یه عادت خانم هاست که حرفای دلشان را به یک خانم دوستشان میگوین. این یک به هر حال درسی هم هست در این. الان شاید خیلی از حالا ما بعضی وقت تمام بعضی دوستا مشکل ساز هم میشون، حرف دل رو وقتی برش گفتی خب به هر حال هر دوستی رو، دوست کسی هست که اصلا خود تعبیر دوست حالا به معنای دقت بکنیم درباره دوست انسان کسی باید باشه که انسان مطمئن باشه از اخلاقش، از رفتارش، همنشین تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. یک کسی باید باشه که انسان با کسی به هم نشینی باشه که حداقل یک چیزی ازش یاد بگیره یا یک چیزی از او. انسان حداقل اگر بهتر از انسان نیست هم صد تا همشن انسان باشه تا انسان بدونه که با کی دوستی میکنه. به هر حال ایشون راضی دل کرد و این درسی است برای خیلی از خواهران ما در خصوص. الان ما خیلی جاها برای ما مد اینه، حالا رسم اینه، میگیم مد اینه که رسم اینه که خواستگار غالبا مرد هست. احیانا این اتفاق میفته که خواهر بزرگواری یک جایی شرایطی داره و یک جوانی رو میبینه، جوان محترمی است، جوان با شخصیتش، حالا چه از اعضای خانواده است، چه از همکار هست یا در فضاهایی که بازتره، مثلا در مدرسه، دانشگاهی، جایی همشون شدن، بالاخره به یک دلیل آشنا شده به هر شکلی و الان احساس میکنه که این گزینه مناسبی است و شاید هم اون جوان هیچ وقت به این توجه نکرده باشه به عنوان همسر و گزینه نامزد. و این میشه که ما از ام المؤمنین خدیجه درس بگیرن خواهران ما که اینجا به شکلی محترمانه با رعایت ضوابط. ببینید اول خود خدیجه رضی الله عنها الان علاقمند به رسول صلی الله علیه و سلم، اما چیکار میکنه؟ اول یک مشورت خوب، مشاور خوب داره، نفیسه. میاد و تکلیف رو مطرح میکنه و میگه من این جوان رو پسندیدم، نظرت چیه؟ خب نفیسه میدونه که محمد صلی الله علیه و سلم که و در جا قبول میکنه، میگه کی بهتر از اون، اما آیا قبول میکنه؟ الان اصلا نفیسه و خدیجه هر دو در شکن که آیا محمد قبول خواهد کرد یا خیر، که همسر محمد صلی الله علیه و سلم شخصیتی برای خودش. هر کسی رو میدونن که این جوانی نیست که به هر کسی باج بده، نه اهل مال، نه اهل به هر حال خوشگذرانی و شهوت و این مباحث هست، و شخصیتیه که برای خودش یک افکار خاصی داره، یک جوان مردی داره. و الان خب میگن یک کاری میکنیم، نفیسه میگه من میرم مطرح میکنم، ببینم پیشنهاد میدم، ببینم آیا تمایل به ازدواج داره. بعد از اینکه تمایل داشت پیشنهاد میدم ببینم که چی میگه. ببینیم الان در این خواستگاری اگر کسی میخواد بر این مبنا پیش بره، این که خود دختر خانم پیش نمیره، خودش رو سبک نمیکنه بره خودش رو عرضه بکنه پیش یک مردی، چون این خودش شأنش رو پایین میاره. وقتی خانمی خودش بره خودش رو عرضه بکنه به یک مردی که به هر حال بولین که از نزدیکان هم باشه، به نحوی شأنش پایین میاد در جایی که مطمئن نیست علل خصوص که جواب چه خواهد بود. و چه بسا که اون شاید شک بکنه به این، بگه خب الان پیش من اومده اینجوری گفته، شاید پیش 10 نفر دیگه هم رفته. غیر مستقیم یک دوست مطمئن محترم، نه هر کسی رو، نه اینکه خبر حالا به بعضی از انسان خبر میگه انگار که شبکه‌های خبری رو خبر کرده باشه، قبل از اینکه از خونه خارج بشه میبینه که در کل فیسبوک و در توییتر اینا همه خبرها پخش شد. یک انسان مطمئن محترم اهل مشورت و رأی
انسان از نزدیکان میتونه از فامیل باشه، میتونه از دوستان باشه، انسان میتونه مثلا خواهری بیاد به اون مطرح بکنه و اون کسی که میتونه خودش رو برسونه، کسی که خودش رو بتونه برسونه به اون شخص و یا اینکه غیر مستقیم از کانال دیگری اون برسونه که آقا نظر چیه، پیشنهاد بده که نظر چیه فلانی، بدونه که بفهمه که از طرف خود شخص آمد. نفیسه رفت پیش رسول صلی الله علیه و خب نفیسه میره پیش رسول الله صلی الله علیه و می نشینه و شروع میکنه به صحبت کردن و مطرح میکنه محمد علیه السلام جوانی 25 ساله محترمی است و نفیسه شروع میکنه که محمد قصد ازدواج کردن نداری، نمیخوای ازدواج بکنی و رسول صلی الله علیه و سلم به هر حال الان از وقتی که مادر از دنیا رفته در سن 6 سالگی 19 سال هست که هیچ خانمی در کنارش نیست که به عنوان مادر یا به عنوان خواهر و انسان ذاتاً ما انسان ها مرد و زن همه اینطوری هستند. ما اجتماعی هستیم. مرد بدون زن و زن بدون مرد نمیتونه زندگی بکنه و مخصوصاً مرد همیشه باید یک سایه یک زنی بالا سرش باشه، حالا یا مادر یا خواهر بزرگتری یا همسری یا خاله، بالاخره کسی باید باشه که انسان رو رسیدگی بکنه و عاطفه انسان رو به هر حال غنی بکنه و رسول صلی الله علیه و سلم الان هیچ خانمی دور برش نیست، نه مادری هست و نه خواهر بزرگی هست دور برشون در این فضا که بهش نزدیک باشه و در دل بکنه. انسان رسول صلی الله علیه و سلم هم الله تعالی بهتر خبر داره که وقتی که میره بیرون در خلوت خودش، در وقتی که میبینه دیگران از مادراشون تعریف میکنن، وقتی که دیگران از خانواده و خواهر و برادر میگن و این رسول صلی الله علیه و سلم نداره. انسان طبیعتا ما الان جایی مینشینیم وقتی که انسان عزیز رو از دست میده، دیگران وقتی که از اون عزیز خودشون یاد میکنن انسان به هر حال یاد خودش میفته و غم و غصه میگیره انسان رو بعضی وقتا و الان میاد پیشنهاد ازدواج میده به کسی که به هر حال در اون شرایط مکه مکرمه شرایط مساعدی برای ازدواج نداره، وضع مالی نداره، خانه‌ای نداره، خودش سربار عمویش است، یعنی در خانه عموی خودش نشسته و میفرماید که بله اما خب من زن میدم در این شرایط، یعنی الان ما شرایط رو در نظر بگیریم که موقع رسول الله صلی الله علیه و سلم ما یک جوان برها درسته که صفات حمیده داره اما از دید مردم مکه یک جوانه، از نگاه مادی چیزی نداره، از دید مردم مکه اون موقع نه رسول الله است و نه به هر حال آینده رو کسی میدونه که چه اتفاقی میفته. الان میگن آقا کارگر خدیجه بود و یتیم عبدالله است که پیش عموش ابوطالب زندگی میکنه. ابوطالب هم خودش وضعیتی نداره، وضعیتش به حدیه که الان به فرزندانش جعفر و عقیل و علی که تازه به دنیا 5 سال بعد به دنیا اومد اون موقع نبود، بعد جعفر و عقیل رو هم هنوز در خرج خودشون موندن و چیکار میکنن؟ بعد رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن خب من که شرایطم فعلا مناسب نیست. گفتن اگر گزینه مناسبی پیدا بکنم که خودش راضی باشه نظرت چیه؟ خب رسول صلی الله علیه و سلم الان زیرکتر از اونن که به هر حال نیاز باشه که موضوع خیلی شرح و بسط داده باشه تا بفهمن موضوع رو و از اشاره ها میدونن که نفیسه با کی ارتباط داره، میدونن که حکایت تجارت آخری بی تاثیر نبوده. میفرمایند که کس خاصی، شخص خاصی مد نظرت هست؟ نفیسه میگه که اگر بانویی باشه که هم ثروت داشته باشه و هم جایگاه داشته باشه و هم احترام داشته باشه و بری خواستگاریش و قبول بکنه میری خواستگاری ازدواج بکنه. حضرت میفرمایند که متوجه میشن دیگه هم جمال داشته باشه، هم مال داشته باشه، هم کمال داشته باشه، جز خدیجه کسی این صفات رو در مکه نداره که همه رو با هم داشته باشه. و فرمودن بازم برای تاکید کی؟ خدیجه. الان رسول صلی الله علیه و سلم این پیشنهادی است که به یک باره برای کسی پیشنهاد داده میشه ازدواج با خدیجه‌ای که بزرگتر از ایشون هست، بنابر روایت مشهور 15 سال از ایشون بزرگتره، 40 سالشه و صاحب جاه و مکانته، خدیجه‌ای که سران قریش رد کرده و رسول الله میفرمایند که آیا قبول میکنه خدیجه قبول میکنه من برم خواستگاری؟ الان این حکایت جالبه. از یک طرف خدیجه فکر میکنه که رسول الله قبولش نکنه، با رسول الله فکر میکنه که خدیجه قبولش نکنه، هر دو نازنین و الله متعال این دو تا رو خلق کرده برای هم. و در زندگی رسول صلی الله علیه و سلم اگر از خانم‌ها حساب بکنیم، از بین همسرانش، هیچ گونه منازل خدیجه رضی الله عنها تاثیرگذار نبوده در زندگی حضرت علیه السلام بدون شک. و بدون شک خدیجه بزرگترین همسر رسول صلی الله علیه و سلم است و در میان ازواج امهات درجه و شأنشون از بقیه بالاتر است، حتی از ام المؤمنین خدیجه بنا به خود روایتی که ام المؤمنین خدیجه ذکر میکنن.
و شأن و منزلت از ایشون عایشه هدفتان است. از عایشه رضی الله عنها از خود ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها بالاتر است، چون خود ام المؤمنین عایشه روایت نقل میکنه که دلالت بر این میکنه که ایشون در نظر رسول صلی الله علیه و سلم از عایشه هم عزیزتر بودن درست. و عزیزترین همسایه رسول صلی الله علیه و سلم هستن. الله متعال شرایط رو مقدر میکنه تا این دو به هم برسن. الان نفیسه میبینه که تمایل از طرف رسول صلی الله علیه و سلم وجود داره، محمد علیه السلام میخواد اما نگرانه که قبول نشه. اما شاید در دل خودش نفیسه بگه که خدیجه که از خدایش، از خود خدیجه من فرستاده پیش تو، اما خب به هر حال این سر رو افشا نمیکنه. سر رو افشا نمیکنه. نمیگه که خب حالا حقیقتش حالا اینطور نشه که کسی خواهری مثلا کسی بفرسته بیره پیش اون و بگه آها راستی خود فلانی منو فرستاده پیش تو. نه، اصلا اینجا الان طوری مطرح میکنه که اصلا خود محمد علیه السلام قراره بره خواستگاری و ما یک پیشنهاد مطرح میکنه و بعد میگه من میرم با خدیجه صحبت میکنم، اگر شما اجازه بدی من با خدیجه صحبت میکنم و اگر راضی بود میام به شما اطلاع میدم. این گونه باید واسط بشه اگر کسی میشه، نه که کسی خود دختر خانمی زنگ بزنه به فلانی منو میخوای. این که نشد. یعنی ما اگر میخوایم الگو برداری بکنیم نباید نصف و نیمه و ناقص الگو برداری بکنیم و بعد بهانه بکنیم که خب خدیجه این کارو کرد. خدیجه این کارو کرد، اولا خدیجه خودشو عرضه نکرد به شخصیتی مثل رسول صلی الله علیه و سلم. حتی حالا ما جوانای انسان که خاک پای رسول الله نمیشن و خانم‌های ما دخترای ما خاک پای خدیجه نمیشن. و الان این روش اگر قرار انجام بشه با واسطه است، با یک شخص واسطه، یک انسان محترم که معتمد و کسی که بتونه یعنی بین دو طرف، حالا شاید مردی هم باشه، مهم نیست که حتما یک زنی باشه، حالا اگر خانمی مثلا خواهری به برادر خودش راحت تر هست یا با عموی خودش یا دایی خودش یک محرمی داره که ما راحت مطمئن براش میتونه که این رو واسط بکنه و به این شکل به هر حال نفیسه رفت و به پیش خدیجه و خبر میده. الان نفیسه خدیجه هم منتظره و به هر حال این خدیجه رضی الله عنها این خبر براش مهمه که چه خواهد شد، آیا محمد علیه السلام قبول میکنه یا قبول نمیکنه. و بعد از اینکه رفت خدیجه رضی الله عنها خبر شنید که نفیسه آمد و گفت محمد علیه السلام موافقه. الان دیگه موافقت از قبل گرفته شده بود، میاد و به رسول صلی الله علیه و سلم اعلام میکنه که خدیجه موافقه اگر شما برای خواستگاری بری. این اتفاق میفته. خب اینجا داستان ابوطالب چی میشه؟ ابوطالب که از 8 سالگی بعد از وفات عبدالمطلب این محمد را پرورش داده، بزرگ کرده، از فرزندانش هم عزیزتر به خودش اون رو حفظ کرده، احترام داده، محبت داده. اینجا در دل محمد چیزی نمیگرده که از عموش بپرسه، مشورت کنه؟ الان این مرحله اول وقتی اتفاق میفته و قرار خواستگاری شروع بشه، خب رسول صلی الله علیه و سلم فراموش نکنه که الان جای پدرش ابوطالب جای پدرشون است. بله. و مثل یک پدری بزرگ کردشون و دوست داره، نمیخواد بدون مشورتشون هم کاری بکنه. مخصوصا الان خدیجه به هر حال شخصیتی است در مکه مکرمه که این خبر مثل یک بمبی در مکه مکرمه منفجر میشه و همه خبر میشن و میره پیش عموی خودش مطرح میکنه. محمد صلی الله علیه و رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش ابوطالب میرن و بهشون میگن که همچین حکایتی هست، نظر شما چیه؟ من نفیس اومد و پیشنهاد داد و رفت پیش خدیجه و اونم موافق است و اگر شما موافق باشه. ابوطالب رضی الله عنه هم و به هر حال در مقام حالا روی غیر و غالش داخل نشیم، به هر حال در بین صحابه وقتی که انسان زیاد ذکر میکنه میاد رضی الله عنه. ایشون هم عموی بزرگوار رسول صلی الله علیه و سلم ابوطالب هم ایشون هم در وقتی که این خبر رو میشنوه میشناسه که خدیجه کی هست و رسول صلی الله علیه و سلم کی هست و میان و موافقت میکنه، مشورت میکنه و وقتی خدیجه موافقه دیگه الان شاید از این نگران ابوطالب که خدیجه موافقت نکنه و برن به هر حال به تعبیر خودمونی امروز انسان ضایع بشه، بره خواستگاری و قبول نکنه برگرده و مناسب نیست. انسان جایی که میدونه جواب نه هست دیگه سنگین تر اینه که انسان خودش رفض بکنه نره دیگه. خب بعضی وقت نمیدونه دیگه میره. وقتی که بدونه که نه هست خب از این شاید بیم داشت و این بی به معنا وجود نداره. ابوطالب به همراه برادرشون حمزه، این دو عموی رسول صلی الله علیه و سلم و حمزه برادر شیری رسول صلی الله علیه و سلم هست. حمزه رضی الله عنه هم که عموی رسول صلی الله علیه و سلم بود، هم برادر شیریشون بود، یعنی از یک زن شیر خوردن، همسال و هم عمر هستن. پس شاید سنن حالا مقداری خدیجه حالا یا هم عمر هستن یا مقداری سنشون ضروری نیست. بله ضروری نیست. میشه که خانم قبلا حمزه را شیر داده باشه بعدن یا بزرگتر از بزرگتر یا اینکه به هر حال همسن یکی دو سال بزرگتر باشن.
برادر من به رضایی. فکر حارس ببخشید فرزند مثل حلیمه سعدیه رفتم. بعضی وقتا خب برادری سنی شیری باشن، میتونه بعضی که وقت بزرگ بعضی وقتا کوچک. مثلا برادری 10 سال پیش بله. شیر خورد از زنی، الان این شیر میخوره از اون زن. الان این دو عمو به همراه رسول صلی الله علیه و سلم میرن خواستگاری به خانه خویلد و خدیجه دخترش خویلد پدر خدیجه است، درست، و زنده است و میرن و خواستگاری میکنن و خویلد میاد و میشینن و صحبت میکنن، خطبه خونده میشه. حالا خطبه نه این خطبه های الان که الحمدلله و این چیزا داشته باشه، طبق آداب و رسوم خودش بود. بله. ابو طالب شروع میکنه و صحبت میکنه و میگه که شما خاندان ما رو میشناسید، خانواده ما رو میشناسید. بله. الان بنی هاشم به هر حال در بین قریش در رأسن همشون. بله. و ما خاندانی بودیم که تعریف میکنه و توصیف میکنه مقداری. طبیعتا اقتضای محفل هست. بله. از چیزهایی که خویلد خودش هم میدونه. بله. ذکر محسنات است. و اینکه الان درسته که محمد علیه السلام اگر مالی نداره و یا ما دستمون بنده، اما این معنا نیست که به هر حال ما خاندانی نباشیم که ارزش‌های دیگری داشته باشه و خاندان بی ارزشی باشیم. به هر حال این مسائل مطرح میشه و گفته میشه و بعد مطرح میکنه که محمد علیه السلام محمد آمده و خواستگاری میکنه از دختر شما اگر شما راضی باشید. خویلد هم میگه که به هر حال این جوان خاندان شما قابل قدره برای ما، این جوان برای ما محترم است و میشناسیمش و جوان شایسته است برای فرزند ما و من باید با دخترم صحبت بکنم، باید باش صحبت بکنم. این آداب و رسوم خواستگاری است دیگه. و صحبت میکنه و موافقت میشه و بالاخره ازدواج خونده میشه. اینجا باید پدران هم با دخترشان صحبت بکنن یا از طریق مادر این نظر و دیدگاه اون رو بگیرن. این در جاهلیت هم بوده، چه برسه در اسلام. اصلا موضوع حالا بعضی وقت نمیگیرن نظر. متاسفانه این که به هر حال دختر اگر راضی نباشه ازدواج شرعاً صورت نمیگیره. اصلا رابطه شرعی نیست. وقتی رابطه شرعی نیست یعنی کلا دیگه معلومه از اول تا آخر حرامه این رابطه کلا. و الان دخترها که به جای خود از پسر کسی نمیپرسه، بعضی جا متاسفانه دختر که به جای خود، الان پسرم خبر نمیشه، رفته سفر بهش زنگ میزنن که وقت عقد تو بس. متاسفانه این مصیبت ها هست. و خطبه عقد رو ابو لهب میخونه. کی؟ ابو لهب. ببینیم که چقدر این موازین تغییر میکنه. ببینیم الان کی رفته به خواستگاری، ابو لهب خطبه میخونه. ابو لهب تبت یدا ابی لهب، بل همین ابی لهب، همین ابو لهبی که بر علیهش سوره نازل شد، همین خطبه خونده برای رسول صلی الله علیه و آله. و فراموش نکنیم که وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم به دنیا آمد، ابو لهب از خوشحالی بشارت تولد رسول الله صلی الله علیه و سلم به ابو لهب کنیزش رفت و بشارت داد که برادرزاده پسر عبدالله به دنیا آمد و آزادش کرد از خوشحالی. عموی رسول الله است. ابو لهب عموی رسول الله است. دقیقاً یعنی برادر پدرشه. و ابو لهب حمزه است، عباس، ابو طالب، اینا همه برادرای عبدالله و عموی رسول صلی الله علیه و سلم. و ازدواج صورت میگیره و این خبر به هر حال در مکه پخش میشه. ازدواج خدیجه با محمد علیه السلام. هیچ کسی عیب نمیگیره بر این ازدواج، نمیتونه عیب بگیره. چیش میخوان عیب بگیرن؟ به خدیجه عیب بگیرن که چرا محمد گرفتی؟ مگه از محمد بهترم پیدا میشه؟ به محمد عیب بگیرن که چرا خدیجه رو گرفتی؟ مگر خدیجه چی کم داره که گرفته باشه؟ شاید فقط تنها چیزی که گفته باشن تفاوت سن نیست که خدیجه بزرگتر است محمد علیه السلام. و شاید این وسط هیچ که ناراحت نمیشه مگر دو گروه. شاید کسانی که قبلا به خدیجه خواستگاری رفته بودن، خواستگارهای قبلی خدیجه، با کسانی که دوست داشتن برن، و یا اون دخترهایی و زنهایی که وقتی که محمد علیه السلام رو میدیدن در آرزوهای خودشون میگفتن کاش این جوان نصیب ما بشه که نشد. ازدواج رسول الله صلی الله علیه و سلم و خدیجه کلو در سن 25 سالگی اتفاق افتاد و ازدواج کردن. و رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه 15 سال قبل از آغاز وحی، 15 سال قبل از نزول قرآن، و رسول الله صلی الله علیه و سلم الان میرن به خانه دیگری. باز اول که خانه مادر بود، خانه مادرشون آمنه، بعد رفت به خانه ابو طالب، بعد رفت خانه عبدالمطلب، بعد رفت به خانه ابو طالب، الان خانه چهارمیه. میره خانه خدیجه. الان میره خانه خدیجه. خانه خدیجه. خدیجه یک خانه بسیار بزرگ مجللی داره. خدیجه یکی از میلیاردرهای مکه است و برای خودش قصری داره، در مکه تجارت میکنه، یعنی ثروت داره. میشه ضرور نیست همیشه پسر خانه داشته باشه.
موضوع الان سفره دری شد کلا بحث ما. الان اگر بحث اینه که ما در زندگی درس‌هایی هم از خلال سیرت دقیقاً ما الان اصلا زندگی ما رسول الله صلی الله علیه و سلم، یکی از عظمت سیرت اینه که رسول الله رو الله متعال طوری زندگیشون رو درست کرده که در تمام ابعادش برای همه افراد و گروه ها در همه شرایط یک نمونه وجود داره. ما الان می‌بینیم برای یتیم ها، کسی که از پدر یتیم رسول الله یتیم بود، از مادر یتیم رسول الله یتیم، کسی که خواهر نداره رسول الله نداشت، برادر نداره رسول الله نداشت، پدرش فوت کرد رسول الله فوت کرد، همسرش فوت کرد رسول الله فوت کرد، دختراش فوت کردن رسول الله فوت کرد، پسرش فوت کرد رسول الله فوت کرد، نواش فوت کردن رسول الله فوت کرد، دوستاش کشته شدن رسول الله این اتفاق افتاد، فرق داشت رسول الله هم داشت، زخم داشت رسول الله هم داشت. یعنی هر چی که ما تصور می‌کنیم از مشکلات و مصیبت‌ها رسول الله به تنهایی تحمل کرده. اینا در زندگی هم همینطور. حالا به هر حال بعضی وقتا سختی بوده و بعضی وقتا شادی بوده. ما الان در ازدواج با رسول صلی الله علیه و سلم با خدیجه کبرا می‌بینیم که رسول الله میره خانه خدیجه زندگی می‌کنه. و تا لحظه‌ای که در مکه مکرمه بودن هم خانه رسول الله همون خانه خدیجه است اصلش. گرچه خدیجه خودش و مالش و زندگیش رو فدا کرده به رسول صلی الله علیه و سلم و این خانه مال رسول الله است و خدیجه خودش رو با تمام مال و زندگیش بخشیده به رسول الله. ازدواج این معنیش همینه دیگه. وهب کرده بخشیده برای رسول صلی الله علیه و سلم. اما این خانه به هر حال ملکیت اصلیش مال خدیجه است. درست. رسول الله صلی الله علیه و سلم به خانه خدیجه کبرا میرن و با همسر بزرگوارشون زندگیشون رو شروع میکنن و در سن 25 سالگی به بعد و این اتفاق به هر حال زندگی ادامه داره و بسیار خوش و خرم و تجارت هم رونق داره و الان این آرامترین دوره زندگی رسول صلی الله علیه و سلم است. آغاز میشه یک آرامشی که گویی قبل از طوفان است، یک طوفان بسیار بزرگی و یک اتفاق بسیار عظیمی و یک انقلاب بسیار عظیمی که داره اتفاق میفته. 15 سال ما زندگی مشترک رسول صلی الله علیه و سلم و ام خدیجه رو قبل از بعثت داریم. قبل از نزول قرآن از 25 سالگی تا 40 سالگی رسول صلی الله علیه و سلم 15 سال در مکه با آرامش کامل، با اعتماد کامل، با زیبایی این زندگی در بستری از رفاه. درست. در بستری از رفاه. خانه ام خدیجه الان دیگه خانه ابوطالب نیست. حتی این خانه انقدر رفاه داره رسول صلی الله علیه و سلم در این خانه که میره پیش ابوطالب 5 سال بعد وقتیشون 30 سال است و علی به دنیا میاد و یک چند سالی میگذره علی بزرگتر میشه و ابوطالب خرج زندگیشو نداره، نمیتونه خرج بچه‌هاشو بده. با عموهاشون مشورت میکنن، میرن و هر کدوم از عموها یکی از بچه‌ها رو برمی‌داره میبره خونه خودش و رسول الله میگیره برمی‌داره و علی رو برمی‌داره میبره خونه خودش بزرگ بکنه و علی رضی الله عنه از بچگی در خانه رسول صلی الله علیه و سلم بزرگ میشه. یعنی رفاه اقتصادی خانه رسول صلی الله علیه و سلم بهتر از وضعیت ابوطالب. در این شرایط دیگه اتفاق دیگه هم که قابل ملاحظه است در این 15 سال علاوه بر حالا فرزندانی که بهش اشاره خواهیم کرد میفته، فرزندان رسول صلی الله علیه و سلم اتفاق میفته. در این خانه اعتماد به حدی است که الان ما در حکایتی که 10 سال بعد اتفاق میفته میبینیم که چقدر این خاندان، این خانواده و این شخص محمد علیه السلام مورد احترام اهل مکه است. در سن 35 سالگی رسول صلی الله علیه و سلم که الان رسول الله قبل از اون علیه السلام فرزند داده و خود این فرزند حالا حکایت ها داره وقتی که فرزند تازه مادر متوجه میشه که فرزنددار میشه تا بچه به دنیا بیاد و تا بچه که به دنیا میاد اولیش قاسم هست. درست. رسول الله ایشون اسمش قاسم میگذارن که به اسم ابوالقاسم معروفن و در سن کودکی از دنیا میره. بعدش بعد از قاسم زینب به دنیا میاد، دختر به دنیا میاد. درست. بعد از زینب باز رقیه به دنیا میاد، بعد از رقیه باز ام کلثوم به دنیا میاد و گفته میشه که عبدالله قبل از فاطمه به دنیا، بعضی میگن عبدالله بعد از فاطمه به دنیا اومده، فاطمه به دنیا میاد و بعدش عبدالله به دنیا میاد که عبدالله لقب طاهر و طیب هم داره. درست. رسول الله فرزندی به اسم طاهر و طیب نداشتن. در برخی از کتابا گفته شده طاهر و طیب لقب عبدالله است. درست. پسر رسول صلی الله علیه و سلم که قبل از بعثت بعضیا میگن در اوایل بعثت به دنیا اومده و انسان‌های اول به این خاطر عبدالله در اوایل بعثت چون به دنیا اومده بعد از نزول قرآن، شروع نزول قرآن بهش طاهر و طیب میگن چون در اسلام به دنیا اومده. به هر حال رسول الله صلی الله علیه و سلم در این 15 سال 6 تا فرزند الله تعالی به اونها میده، 2 تا پسر قاسم و عبدالله که این 2 تا فوت میکنن در کودکی. درست. هر 2 تا. درست. و 4 تا دختر که زینب و رقیه و ام کلثوم و فاطمه رضی الله عنهن اجمعین هستند. الان در روز تولد فاطمه رضی الله عنها در سن 35 سالگی رسول صلی الله علیه و سلم 5 سال قبل نزول قرآن در مکه مکرمه همون روزهایی که به هر حال قراره که 2 روز قبل از تولد اتفاق بزرگی داره میفته و خانه کعبه از زمان ابراهیم علیه السلام تا اون روز الان
هیچ تجدید بنا نشده. درست. بنا همون بناست. سیل اومده، باران اومده، به هر حال خانه است، اونم آجره، در و دیوارش سنگ‌هایی داره، دری داره، چوبی داره، سقفی داره و یک آتش سوزی هم شده و اونجا کنیزکی رفته بود نگهبانی میداد و حواسش نبود، شمعی گذاشته بود، افتاد و آتش گرفت. درست. و ستون‌ها آتش گرفتن، گوشی از سقف هم ریخت. میخوان که کعبه رو تجدید بنا بکنن. میخوان کعبه رو تجدید بنا بکنن. مردم قریش در مکه اجازه مکرمه چون احترام داشتن به مکه. درست. بله. تجدید بنا میکنن. بیننده های عزیز، میان برنامه کوتاه را میگیریم و با تجدید کعبه برمیگردیم. با ما باشید. ورد زبانم نام محمد، آرام جانم نام محمد، آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. سوزد درونم از شوق رویش، فیض کلامم نام محمد، فیض کلامم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. تا هست جانم در دار فانی، هر لحظه خوانم نام محمد، هر لحظه خوانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. در روز محشر از آتش آدود، باشد امانم نام محمد، باشد امانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. گذشته من عیش جهان را، عیش جهانم نام محمد، عیش جهانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد،
ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. من قلبي الحيران ناديت يا منان، اغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان، اغمرني بالغفران وزدني با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، با برنامه زلال ایمان خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع این قسمت از برنامه زلال ایمان پیامبر از ازدواج با خدیجه رضی الله عنها تا نزول قرآن. البته داستان خواستگاری و ازدواج را و نتایج این ازدواج که خداوند به پیامبر صلی الله علیه و سلم 6 فرزند 4 دختر و 2 پسر دادن. البته پسرانشان در کودکی از دنیا رفتن و دخترانشان باقی ماندن. صحبت کردیم و استاد سلیمانی عزیز داشت میگفت که در عمر 35 سالگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، یعنی دقیقاً 10 سال بعد از ازدواج با خدیجه، داستان تجدید بنای کعبه رخ داد و در آنجا میبینیم که موقف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چگونه است. البته تا کنون پیامبر نشده بودند در آن زمان، یعنی 5 سال قبل از نزول وحی و آغاز وحی است. داستان تجدید کعبه، پیامبر صلی الله علیه و سلم چه نقشی داشتند؟ مردم قریش خب کعبه از دیرباز مورد احترام بود، ولی نزد مشرکین مکه هم بله. ما میدونیم که مشرکین مکه منکر وجود الله تعالی نبودن. بله. و حتی احترام خاصی به ابراهیم علیه السلام داشتن و می‌نازیدن همیشه. فقط مشکلشون این بود که بین خود و الله تعالی واسطه‌ها تراشیده بودن و احساس می‌کردن که بین اونها و الله تعالی بندگانی مقرب وجود دارن که شفاعون عند الله، شفیع ما هستن. همون حالتی که الان مشرکین زمانی ما دارن متاسفانه، با وجود اینکه اعتقاد به الله دارن، با وجود اینکه احترام به انبیا و اولیا دارن، اما غلو در شأن اولیا مشکل مشرکین مکه بود. و علاوه بر این که باز منکر قیامت هم بودن. این رو هم باید ذکر بکنیم. ولی کعبه به خاطر به هر حال گذر تاریخ، مسائل هایی که اومده بود و حادثه آتش سوزی که اتفاق افتاد درش، درست، سبب شد که بخش بزرگی از کعبه ریخته بود و دیوارها فرسوده بود و تجدید بنا لازمی بود. درست. تصمیم گرفتن تجدید بنا بکنن. ولید ابن مغیره، بابای خالد، پدر خالد ابن ولید. درست. خالد ابن ولید، ولید ابن مغیره، بله، یکی از اشراف مکه بود و از ثروتمندان بزرگ مکه بود و یک کلنگی برداشت و گفت که مردم رو جمع کرد که بیایید آقا ما این بنا رو میکوبیم، خراب میکنیم آنچه که هست. یک دیوار سالم بود، گفتن اینو دست نمیزنیم، بقیه رو خراب میکنیم، میسازیم از اول. گفتن نه، ما این جرأت رو نداریم که دست بلند بکنیم به روی کعبه. فراموش نکرده بودن که اصحاب فیل می‌خواستن بیان کمی خونه رو خراب بکنن که در و داغون شدن. همین 35 سال پیش بودن. هنوز ذکرم خیلی صحنه رو با چشم دیده بودن، هنوز زنده بودن. یقینا میترسیدن حقیقتش از این که ما بلند بشیم و دیوار کعبه رو خراب بکنیم و عذابی نازل بشه. ولید بن مغیره گفت خب اینطوری که نمیشه، بالاخره نیاز به تجدید داره و با تجدید هم نیاز به تخریب داره. اول با تخریب بکنیم تو دوباره از اول بسازیم. و کسی حاضر نشد باشه همکاری بکنه. خودش کلنگشو گرفت و رفت. این ولید کسی است عجیبه. ببینیم ما الان اتفاقاتی رو داریم ذکر می‌کنیم که در مقام مدح، یعنی این کار ولید قابل ستایشه. همین ولید کسیه که الله تعالی در سوره مدثر از آیه 11 تا آیه 30 دربارش 19 تا آیه صحبت می‌کنه. ذرنی و من خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا و بنینا شهودا و مهدت له تمهیدا. این همش درباره ولیده، همین آدم. و الله تعالی میفرماد او رو وعده میده به دوزخ چندین بار. انه فکر و قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس و بصر ثم ادبر و استکبر. اینا همه وصف حال این آدمه. این آدمی که اینجوری داره خدمت میکنه. ابو لهب رو دیدیم که خواستگار رسول الله و چقدر خوشحال بود. بعد چی میشه؟ اینا همه کسانی هستن که مبارزه نپذیرفتن حق سبب میشه که به کجا میرسن. و اینها مشکل اینها مشخصه که یعنی اینها وقت بعدن که اومدن بر علیه رسول الله ایستادن، مشکلشون با شخص رسول الله نیست. نه که رسول الله مشکل داشت،
نه که دروغ میگفت، نه که از پیش خودش میگفت. حالا ببین بررسی میکنیم که ریشه انکار قرآن، ما همه این صحبتی که الان داریم میکنیم برای بحث ایمان به قرآن به این خاطر است که ببینیم که آیا آن ادعاهای دروغی که درباره منکرین قرآن، دلایلی که ذکر میکنن، کسانی که میخوان قرآن زیر سوال ببرن، آیا حرفشون اساس داره یا نه. الان خود هم عصر رسول الله ولید بلند میشه، بعد دعا میکنه، کلنگ برمی‌داره میره روی دیوار تا خراب بکنه، میگه بار الله، خدایا یا الله شما میدانی که ما هدف ما تخریب نیست، هدف ما تعمیر است و دیگه خودت کمک کن ما رو. برمی‌داره شروع میکنه به کندن، مردم فرار میکنن، میگن اگر تا فردا بلایی سر ولید در نیومد ما هم میریم، اگر از بین رفت که الحمدلله که ما نجات پیدا کرد. شروع کرد به کندن و مردم هم نگران کردن چه عذابی سر این نازل میشه. هیچ نشد. صبح شد، فردا دوباره ما شروع کرد به کندن، دیدن که صحیح سوال من نیست. مردم اومدن. خلاصه خب مردم کندن آمدن، خانه کعبه شرفی است، هر کسی دوست داره که در این شرکت بکنه در بنای جدید و گفتن که آقا هر کسی گوشه‌ای رو بگیره. قبایل مختلف، سران قبایل یک کدوم یک گوشه‌ای رو شروع کردن به کار. شرط گذاشتن که مال حلال، هر مالی که در اون نه رباست، نه زناست، نه شبهه است، نه دروغ است، همون رو بیارین برای کارگرها، برای مصالح خرجی که استفاده میشه. درست. که مال حلال استفاده کنید برای ساخت کعبه. پاک. اونا هم این احترام رو داشتن. کعبه از دیر باز برای هر کسی که در مکه زندگی کرده قابل عزت بوده، بجز برای مشرکین عصر و زمانه ما. متاسفانه در تاریخ اسلام ما مثلا میبینیم روافضی که به اسم کسانی که به اسم قرامطه رفتن و کعبه رو چه بلاهایی سرش در آوردن، پرده رو پاره کردن، حجاج بیت الله الحرام رو سر بریدن، در داخل چای زمزم انداختن، بی احترامی ها کردن. بعد از ابرهه ما دیگه سراغ نداشتیم در تاریخ اسلام مگر قرامطه. ابراهیم که موفق نشد، نرسید نیت کرد و اینها به نام اسلام در لباس اسلامی خیانت رو کردن و کسانی که امروزم سعی میکنن که راه ابرهه رو پیش برن و برای ناامن کردن مسجد الحرام و حج و بدنام کردن و سر صدا میکنن و بم میبرن و از این موارد. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، به هر حال الان حجر الاسود مسجد الحرام رو، خانه کعبه رو میخوان بازسازی بکنن. مالی که آوردن کم بود، مالای حلال. مشرک دیگه، مال حرام، مشرکی که اعتقاد به آخرت هم نداره، ربا هم میخوره دیگه، حرام هم میخوره دیگه. چیکار کردن؟ کعبه مستطیل شکل بود اول. کعبه زمان ابراهیم علیه السلام مستطیل شکل بود، الان مکعب شکل است. مستطیل شکل بود. بعد مقداری رو که ساختن پول کم شد، دیدن نمیشه کاملش کنن، آوردن مقداری رو کم کردن. اون مقداری که اضافه مانده بود از خانه، به خاطر اینکه مشخص بده اینم جزء خانه بوده و در هنگام طواف اینا استفاده نشه، یا گفتن شاید بعدا پول داشتیم بسازیم، این رو یک نیمچه دیواری کشیدن که تا امروز با پابرجاست. الان هم اون نیمچه دیوارکی که کنار کعبه است به اسم حتیم یا حجر اسماعیل، اون بخش اولش، البته قبل از اینکه به نیم دایری برسه، اونها جزء کعبه بوده. یعنی اون جزء کعبه بوده که بعداً از کعبه بیرون ماند و تا امروز هم. بعد ساختن کعبه رو ساختن. الان در هنگام ساخت یک حکایتی مانده، یک سنگی است به اسم حجر اسود، سنگ سیاه. درست. که اصلش سفید بوده، بنابر روایت رسول صلی الله علیه و سلم از بهشت آمده و تنها یادگار بهشت روی زمین است. یک سنگ بهشتی است که ابراهیم علیه السلام وقتی که خانه رو با اسماعیل علیه السلام می‌ساختن، این را جبرائیل علیه السلام آورد. ابراهیم علیه السلام اسماعیل رو فرستاد تا یک سنگ بیار متفاوت باشه از سنگ‌های دیگه، تا این رو یک گوشه از کعبه بگذاریم تا نشانه چی باشه؟ نشانه‌ای باشه برای آغاز مسیر طواف. آغاز طواف یعنی این علامت باشه که اینجا که رسیدن طواف رو از اینجا شروع می‌کنن، اینجا هم تمام میشه. درست. در همین اثنا که اسماعیل علیه السلام میگشت، جبرائیل علیه السلام یک سنگی آورد از بهشت، همین سنگی که اسم حجر الاسود معروف است. و این سنگ بهشتی است و بسیار سنگ سفید نورانی بود که نورش رو علیه متعال گرفت، به خاطر اینکه به هر حال یک سنگ عادی تر به نظر برسه. و گفته میشه در بعضی روایات که گناهان انسان ها سبب شد که رنگش عوض بشه. به هر حال در بهشتی بودن شکی نیست. و تجربه هم ثابت کرده که هیچ سنگ روی زمین، حتی شهاب سنگایی که از آسمان به زمین افتادن، هیچ کدوم از اینها نمونه حجر الاسود نیستن. در آزمایشگاه امروزی هم که بررسی شده، حجر الاسود جز خودش نمونه دیگری در این دنیا نداره. در کره زمین دیگه مثل خودش نداره. و این سنگ رو گذاشتن. الان این سنگ بود، یه گوشه بود ابراهیم علیه السلام گذاشت تا اون روز بود. درست. الان این حجر رو که خب گذاشتن بیرون، الان دوباره میخوان بگذارن سر جاش. کی میگذاره سر جاش؟ هر قومی دوست داره که خودش بگذاره. شرف سنگ بهشتی است، از جنت اومد، یادگار ابراهیم است، حجر الاسود. و الان این قوم گفت ما میگذاریم، اون گفت نخیر ما میگذاریم، اونا گفتن ما میگذاریم. این شرف هر کسی میخواد برای خود داشته باشه، کار به جنگ کشید.
شمشیرها رو در خون گذاشتن و گفتن به والله می جنگیم. این شرفی نیست که هر کسی از دست بده این رو به راحتی. گفتن حاضریم که می جنگیم، هر کسی جلوی ما رو گرفت میکشیم. خب صدا بالا گرفت، سر صدا و جنگ و راه حل چیه؟ امیه اومد یک از سران قریش گفت آقا ای قوم دست بردارید، یک کاری میکنیم. خود رسول صلی الله علیه و سلم در روزهای قبل مشارکت داشته با عموهای خودش در ساخت. الان رفته خانه، خدیجه قراره که فرزندش به دنیا بیاد، فاطمه رضی الله عنها در حال تولده و از اون طرف از خانه خارج شده که میاد به مسجد الحرام برای دعا میکنه و اینجا عبادتی انجام میده. از اون طرف هم قوم درگیرن. امیه میگه آقا یک راه حل، اولین نفری که وارد مسجد شد، وارد محدوده شد، محدوده کعبه، اون رو ما حکم قرار میدیم، هر کی بود همه قبول کنیم. اولین نفر که آمد حکم و او که هر حکمی کرد همه قبول میکنیم. مثل قرعه و ریگه قرعه است، معلوم نیست که کی میاد، کسی خبر نداره، نه موبایل هم که زنگ بزنن فلان زود باش بلند شه بیا. بعد در همین اثنا رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد میشه محمد میاد و همه خوشحالن. محمد علیه السلام وارد شد و همه گفتن ها محمد الامین، محمد الامین، محمد امین آمد، محمد راستگو آمد. همه راضیم، راضینا، همه بالاتفاق راضی شدن که این شخص گرچه خودش مال یک قبیله و یک طایفه‌ای هست به هر حال، اما هر چی که این حکم کرد قبول. هر فیصله که میکنه قبول. چرا؟ اینجا یک توقف کوتاه. این شخصیت 5 سال بعد ببینیم قوم چه میکنه با اون وقتی که قرآن نازل میشه. الان 35 سالشونه و هنوز هم تمام مردم مکه شاید به چشمانشون شک بکنن اما به این شخص شک نمیکنن. امین هست، صادق هست، مورد احترام هست، عزیزترین اون هست. تمام اقوام مخالفش هم حتی به حکمش راضی هستند، چون از این جز صداقت، جز نجابت، جز پاکی و جوانمردی و مردانگی ندیدن. آمد گفتن حکایت اینه. فرمود چی شده؟ گفتن اینجوری حکایت. فرمود یک پارچه بیارید. آوردن. تکی. یک تیکه پارچه آوردن. بعد فرمود بزنین روی زمین. با دست مبارکش حجر رو گذاشت بین پارچه. گفت حالا از هر قوم یک نفری اطراف این تیکه پارچه رو بگیره. گرفتن. گفت بلند کنید. بلند کردن تا جایی که قرار بود گذاشته بشه. خودش با دست مبارکش این سنگ رو گذاشت اون جایی که بعد گذاشته میشه. همه راضی شدن به این حکم، چون بالاخره هر کسی خودش رو به نحوی شریک میدید در این کار. یه گوشی از این پارچه رو گرفته بود. به این حالت با این درایت، یعنی از خونریزی بزرگ. الان ما در تاریخ عرب اون زمان میبینیم که چه در مکه چه در مدینه جنگ‌های مثلا جنگ‌هایی که به اسم جنگ فجار مشهور است یا فجار با روایت مختلف، یا جنگ‌هایی که در بین اوس و خزرج در مدینه شد، به خاطر یک بز. احیانا یک بزی رفته بود از مزرعه بغلی بدون اجازه صاحبش چیز خورده بود، اون بزو کشت، این رفت شترشو کشت، اون آمد آدم کشت، این آمد باباشو کشت، اون عموش رو کشت. 60 سال 100 سال جنگ‌های بین دو تا طایفه به خاطر اولش یک بزی بود یا یک شتری بود. مردم به خاطر شتر خون می‌ریختن، به خاطر حجر الاسود که دیگه دنیا رو به هم می‌ریختن. و نزدیک بود که اصلا دیگه قتل و خونریزی بسیار خطرناک بشه. و این با درایت رسول صلی الله علیه و سلم و حکمتشون و اعتماد مردم مکه بهشون از مشکل حل شد. الان رسول الله صلی الله علیه و سلم 35 سال رو رد کردن. فاطمه هم به دنیا آمده، 4 تا دختر دارن در داخل خانه و خب علی هم هست و هند هم یکی از پسرای خدیجه اونم هست و هند هم برای پسر دوست استفاده میشه، هم برای دختر. درست. برای هر دو تا استفاده میشه. و یک مجموعه هستن و اسامه هم هست و اسامه ابن زید ابن حارثه. اسامه که هنوز به دنیا نیامده، پدر اسامه. زید ابن حارثه هم هست، غلام خدیجه بود و او رو به رسول صلی الله علیه و سلم بخشید و زید هم در خانه رسول صلی الله علیه و سلم زندگی میکرد. فضای آرام، بستری آرام. رسول الله صلی الله علیه و سلم از این شرک و از این کفر خوششون نمیاد. الان از اینجا بعد دیگه اصل ماجرای ماست و حکایت بعثت از 35 به بعد دیگه شروع میشه حکایت ها تا 40 که اتفاق میفته. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اینکه دوست ندارن این شرک و این کفر رو، این سجده کردن به بت ها رو، این شراب خوردن ها رو، این گناهانی که اینجا اتفاق میفته رو دوست ندارن. درست. میرن خلوت میکنن. کجا؟ یک کوهی است که الان به اسم کوه نور معروفه و در اون کوه، بالای این کوه که در شمال غرب مکه است و بلندترین ارتفاع شهر مکه است، کوه نور الان در شمال غرب مکه است و تصاویر که از مسجد الحرام در این
تلویزیونی که الان به صورت ماهواره‌ای پخش میشه و مسئول حرام رو 24 ساعت پخش میکنه غالبا این کوه رو نشون میده. درست. این دقیقاً وقتی که دوربین میره زوم میکنه حتی کوهی هست حالت اینطور مثل کله‌قندی است، اینطور حالت خرطومی داره و مثل هرمی که کمی فشرده شده باشه و این کوه به اسم کوه نور الان معروف است و در شمال غرب مکه مکرمه است. فاصلش تا مسجد الحرام چند کیلومتری هست و از اونجا یک غاری است، غار که حالا اسمش غار هست ولی خب اونقدر هم شبیه غار نیست که برای مثلا داخلش و تصاویر رو شما برای عزیزان در برنامه نبی رحمت پخش کردیم، از داخل خود غار رفتیم و عزیزان دیدن. 2 نفر میتونن داخلش بشن، یک فضای 2-3 متری هست. درست. 2-3 تا صخره رو هم قرار گرفتن، زیرش یک جای سایبان ایجاد شده و یک سوراخی اون گوشش داره که از اونجا مستقیم میشه مکه رو دید. درست. و حتی الان حرم رو میشه دید. حالا مسجد الحرام خود کعبه رو نمیشه دید به خاطر بناهای اطراف، اما مسجد الحرام دیده میشه. درست. اونجا به خلوت میپرداختن. 1 هفته، بعضی وقتا 2 هفته تا 1 ماه. شب و روز اونجا میبودن. شب و روز اونجا بودن و فکر میکنن، تفکر میکنن، ناراحتن از این وضعیت، راضی نیستن به این وضع. مسجد الحرام در کعبه بت هست، ندای غیر الله هست، شرک هست و مشکلات اجتماعی هست، مشکلات سیاسی هست، فساد سیاسی هست، فساد اجتماعی هست، فساد اخلاقی هست، فساد اعتقادی هست و تمام نه تنها جزیره عرب کل منطقه رو فرا گرفت. یعنی همه امت، کل نصف دنیا همونجوری بودی، مشکلات همه هست. دنبال یک راه حل، دنبال یک مشکل. در مسیر که میرن رسول الله صلی الله علیه و سلم بعدها فرمودن من یک سنگی بود در مسیر من، هر وقت میرفتم به من سلام میکرد. سنگ حجر و میگفت السلام علیک. من خوب یادمه که کدوم سنگ بود، هنوز میتونستم اون رو ذکر بکنم. خواب میبینن، خوابهایی میبینن، هر خوابی که میبینن صبح عیناً همون خواب اتفاق میفته، هر چی میبینن اتفاق میفته. اینها مراحلی است که الان الله متعال آماده میکنه رسول صلی الله علیه و سلم رو برای پذیرفتن یک اتفاق عظیم، برای یک حادثه بسیار بزرگ، برای یک اتفاقی که بزرگترین اتفاق تاریخ بشر بدون استثناء. بله. اتفاقی که اون اتفاق مسیر تاریخ بشر رو و کره زمین رو عوض میکنه. الان این شخصیت که خودش هم نمیدانه که چی میشه، که چه خواهد شد و اصلا خبر نداره که چه مسئولیت بزرگی بهش سپرده میشه و خبر نداره که پیامبر آخر الزمان هست و شنیده از مادرش که اینجوری اتفاق افتاد. وقتی که به دنیا آمد یادش هست که روی سینه‌اش هنوز اثر شکافته شدن حادثه بنی صدر هست و الان سنگ هایی که باش سلام میکنن، سنگ میاد سلام میکنه بهش. خواب هایی میبینه، خواب ها پشت سر هم به مدت 2 سال تا 3 سال اتفاق میفته. هر روز این خواب ها اتفاق میفته، میاد هر چی خواب میبینه اتفاق میفته. اینها همه یک مقدماتی است برای یک اتفاق بسیار بزرگ. درست. یکی از روزها یا یکی از شبها که در غار حراست، غاری که الان به اسم غار حرا معروفه. درست. همون بر بالای کوه نور است. درست. غار حرا در اونجا نشسته و به هر حال خدیجه رضی الله عنها هم همسر عزیزش رو تنها میگذاره. اینجا خیلی مهمه. خدیجه الان در این فرصتی که رسول الله هی میره میاد، 1 ماه نمیاد. خب 1 ماه الان یک مرد در خانه، چند تا دختر هست، چند تا به هر حال بچهای کوچولو میچونه این طرف اون طرف بزرگ میشن اینا و در داخل مکه نمیاد که چه کار میکنی، چرا این کارو میکنی، تو اگه اونجا جن بیاد چه کار میکنی، جن زده میشی. میاد احیانا خود خدیجه میاد غذا میاره، آب میاره، احیانا دیگران میارن، تا اینکه یک شبی یک اتفاق بسیار عظیمی میفته و رسول الله یک دفعه متوجه میشه که یک مردی این اتفاق از پشت آمد و او رو در آغوش گرفت و گفت این اتفاق را میگذاریم. این اتفاق عظیمی است که تاریخ بشر رو عوض کرد و ابتدای نزول قرآن با این کریم اتفاق آغاز می شود و جبرائیل علیه السلام در اون شب نازل شد و ان شاء الله تفاصیلش برای برنامه. تشکر. جزاکم الله خیرا. رفیع جان میگه که وقت برنامه تمام شده. ان شاء الله در برنامه بعدی ان شاء الله. تشکر، سلامت باشید. بیننده های عزیز، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از تجدید بنای کعبه که عمرشان 35 ساله بود، 5 سال اخیر تا 40 سالگی را در بالای کوه به نام کوه نور گفتن استاد سلیمانی عزیز که اونجا غاری هست فعلا به نام غار حرا یا حرا، اونجا میرفتند و 1 هفته 2 هفته حتی 1 ماه تفکر میکردن، تصور میکردن، فکر میکردن در مورد مردم، دنیا، کائنات. اینجا در همان غار بودن. یکی از شبها که داستان عجیبی میفت واقع میشه، اونجا حادثه عجیبی رخ میدهد که مرد میآید و از عقب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را در آغوش میگیرد. چی میگوید؟ هفته آینده؟ نه نمیشه هفته آینده که
هفته بعد ما شاید برنامه حج رو داشته باشیم بعد از حج انشاءالله. بله بعد از حج انشاءالله با این داستان خدمت شما برمیگردیم. با نزول قرآن عملا آغاز می شود. تا آن دم الله یار و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني. ذنبي تعلاني